سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. اومدیم با قسمت دوم و یه جوری میشه گفت 5 قسمت آخر سری مقدماتی یونیتی. توی این 5 قسمت قراره با هم یک بازی کامل و یک پروژه رو بسازیم از اول تا آخر. و همونطور که میدونید من یه پلیلیست کامل 10 قسمته از مقدماتی تا حرفه یونیتی دارم و این ویدیو برای کسایی که دوست ندارن همینجوری 5 قسمت یا 10 قسمت تا آخر ببینن و دوست دارن که توی یه ویدیو 1 ساعته یا 40 دقیقه یا 1 ساعت و نیمه کل موضوع رو ببینن و دیگه اینجوری دوست دارم. و اگر هم دوست دارید که همون قسمت ببینید، لینکش داخل دیسکریپشن هست، میتونید برید و دونه دونه پلیلیست رو نگاه بکنید. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید اگر خوشتون اومد و اگر هم دوست دارید که بازسازی یاد بگیرید و دوست دارید یونیتی رو شروع بکنید، این کانال مخصوص شماست. پس حتما سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو روشن کنید که در آینده خبرهای خیلی بمبی در راهه. و اگه نظر و یا سوالی داشتید داخل کامنت ها بنویس، من حتما جواب میدم. و دیگه بریم کارو شروع کنیم. Let's go. من یونیتی آب رو باز کردم و روی گزینه نیو زدم که یک پروژه جدید با هم دیگه باز بکنیم و همونطور که میتونید هر یک پروژه مساوی است با یک بازی و شما نمیتونید داخل یک پروژه چند تا بازی بسازید. در این پروژه ما میخوایم یک بازی بسازیم و داخل اون بازی چند تا سکه بسازیم که کاراکتر ما بتونه اون سکه رو کالکت کنه و همینطور یک زمان برای بازیمون تعیین بکنیم که اگر طی اون زمان کاراکتر تونست سکه رو کالکت کنه برنده میشه و اگر تایم اوت شد و نتونست سکه رو کالکت کنه بازی رو میبازه و بعد از اول شروع کنه. و بازی ما به صورت فرست پرسون کنترلر هست که همون FPS میشه و من اسم این پروژه رو میذارم کوین کالکشن و لوکیشن هم که قبلا تعیین کردم. شما میتونید هر جایی که میخواید لوکیشن رو بدید و بازی ما روی 2 بعدی میام روی 3 بعدی، چون میخوام یک بازی 3 بعدی که در یک فضای 3 بعدی کاراکتر ما حرکت کنه و سکه رو کالکت کنه بسازیم. خب روی گزینه کرییت میزنیم. بعد از اینکه یونیتی پروژه‌تون رو کرییت کردین، صفحه برای شما باز میشه که داره یک سین خالیه و همینطور یک پروژکت که خالیه و داخل این فایلدر اسست یه دونه استاندارد اسست هست که من این استاندارد اسست رو از داخل اسست استور خود یونیتی دانلود کردم که بتونم از پروتوتایپ ها، انوایرمنت و همینطور کاراکتر این فولدر برای ساخت این بازی استفاده کنم. شما برید دانلود کنید و ازش استفاده کنید برای ساخت این بازی. میتونید بیاید توی اسست استور یونیتی و این قسمت سرچش پروتوتایپینگ رو سرچ بکنید، پروتوتایپینگ، و اینجا سری محصول میانه، میتونید هر کدوم دانلود کنید. به عنوان مثال روی این میزنم و اینجا میتونم چیزایی که آبجکت هایی که محصول داره رو ببینم و همینطور عکس هایی که از این محصول گرفته شده رو ببینم، عکس های مختلفی که داره و همینطور میتونم آبجکت هایی که داخلش هست رو ببینم و اگر خوشم اومد دانلود کنم. و برای دانلودش هم که قبلا بهتون یاد دادم روی دانلود میزنید و بعد از اینکه دانلود شد میتونید روی ایمپورت بزنید و ایمپورت کنید. البته شما داخل اسست استور یونیتی کاراکتر هم سرچ بکنید و کاراکترهاشو دانلود بکنید و همینطور پارتیکل سیستم هم سرچ بکنید و چند تا هم پارتیکل سیستم دانلود بکنید، چون برای ساخت این بازی من اینا رو دانلود کردم و بهشون نیاز داریم. خب حالا شما اگر داخل پنل پروژکت روی فولدر اسست بزنید و شوین اکسپلورر رو بزنید، فولدر اسست رو داخل کامپیوتر شما یا همون داخل اکسپلورر کامپیوتر شما به شما نشون میده و این موقعیه که وقتی که شما یونیتی رو میسازید، یونیتی به طور پیش‌فرض این فولدرها رو میسازه و فولدر اسست هم فولدری که شما داخل یونیتی میبینید و همونطور که میبینید داخل فولدر اسست اینجا استاندارد اسست هست که داخل یونیتی هم استاندارد اسست معلوم است و فولدرهای دیگه اینجا هست که واسه خود یونیتیه و یونیتی به طور اتوماتیک وقتی شما پروژه رو میسازید این فولدر رو میسازه و شما اگر بخواید این یونیتیتون رو یا هر کاری که داخل یونیتی کردین رو برای یه نفر بفرستید که اونم داشته باشه، باید تمام این فولدرهایی که اینجا هست رو به علاوه همین فولدر اسست پک کنید یا زیپ کنید یا پک کنید و بفرستید برای اون کسی که میخواید و اگه یه دونه از اینا داخل اینجا نباشه اشکال پیدا میکنه و قبل از اینکه این کارو بکنید حتما یونیتیتون رو سیو بکنید و ببندید، چون اگه این کار نکنید ممکنه داخل فولدر تمپ یه سری فایل ها باقی بمونه و پاک بشه و ممکنه برای کار شما ایراد پیدا کنه. برای همین حتما یونیتی رو سیو کنید و ببندید، بعد این کار رو انجام بدید. و به عنوان مثال اگر من داخل فولدر اسست یه دونه نیو فولدر درست کنم و اسمشو بزنم مای فولدر و اینو اینتر میکنم و برمیگردم داخل یونیتی
خب همونطور که می‌بینید این مای فولدر اینجا به من نشون داد، یعنی من اگر داخل کامپیوترم هر فولدری درست کنم داخل یونیتی هم به من نشون میده و من به نیازی ندارم پاکش میکنم. و این فایل متایی هم که اینجا می‌بینید فایلی که یونیتی با تجزیه تحلیل کردن فولدر من برای خودش ساخته که خودش بتونه فولدر رو تو خودش نشون بده و برای خودش کارهای انجام بده و شما نیاز نیست به این فایل متا دست بزنید و من چون نیازی نداشتم پاکش کردم. خب حالا هم می‌خوایم با استفاده از پروتوتایپ ها، کاراکترها و پارتیکل سیستم هایی که دانلود کردیم بازیمون رو بسازیم. ابتدا یک سین خالی شما درست کنید و برای درست کردن سین خالی میاد این بالا روی فایل میزنید و نیو سین رو انتخاب میکنید که یک سین خالی به شما میده. خب حالا میخوایم داخل این سین یک زمین بسازیم که کاراکتر ما بتونه روی زمین حرکت کنه و برای ساخت زمین میتونیم یه دونه کیوب بسازیم، کیوب رو بزرگ کنیم که مثل زمین بشه. اینجا روی گیم آبجکت میزنیم، 3D آبجکت رو میزنیم و یک کیوب درست میکنیم و با استفاده از ابزار اسکیل من این کیوبم رو بزرگ میکنم و پهنش میکنم و این کیوب من شبیه زمین میشه. ولی من نمیخوام از این کیوب استفاده کنم چون من داخل استاندارد اسید زمین دانلود کردم و همینطورم نمیخوام مش سازی بکنم و یک زمین برای خودم بسازم. برای همین این کیوب رو دیلیت میکنم، اینجا روی گزینه دیلیت میزنیم و کیوبمون رو دیلیت میکنیم. حالا برای اینکه بتونیم فلور یا همون زمین بازیمون رو بیاریم میریم داخل استاندارد اسید و اینجا به دنبال فولدر پروتوتایپ که از داخل اسید استور دانلود کردیم میگردیم و بعد از اینکه پیداش کردیم روش کلیک میکنیم و میریم داخلش. به فولدرهای دیگه نیازی نداریم، فقط فولدر پریفاب رو انتخاب میکنید و میرید داخلش و اینجا میتونید پریفاب هایی که این فولدر داره رو ببینید. پریفاب هایی که ساختم مثل زمین، جعبه، خونه، سطح شیبدار و حتی یک سکه و ستون. و با استفاده از این اسکرولی که این پایین هست میتونید اندازه این پریفاب رو تغییر بدید. اندازه فولدرهایی که داخل پنل پروژکت هست رو میتونید تغییر بدید. الان من انقدر کوچیک کردم که فقط اسمشون دیده میشه به همراه یک کیوب آبی. خب من اینو میذارم یه اندازه متوسط که بتونم همشون رو همینطور اسمشون رو ببینم. خب به دنبال فلور میگردیم. اینجا 3 تا فلور داریم، فلور از کوچیک تا بزرگ و من این بزرگه رو انتخاب میکنم، روش کلیک میکنم. اگه من این اسکرول هم بکشم و کوچیک کنم شما میبینید اندازه 64 1 و 64 است که بزرگترین فلور این فولدره. خب اینجا یه پریویو به شما میده که شما میتونید آبجکتتون رو پریویو کنید و ببینید. میتونید این پریویو رو بزرگ یا کوچیک هم بکنید و با کلیک کردن روش میتونید از زاویه‌های مختلف هم این رو تماشا بکنید. و همینطور میتونید این بالا اگر من این پریویو رو کوچیک بکنم اینجا میتونید کامپوننت هایی که این پریویو داره رو ببینید و حالا میتونیم این رو خیلی راحت بگیریم بیاریم روی صفحه سینمون و ولش کنیم. و همینطور شما میتونید بیاید داخل هایراکی و داخل هایراکی هم میتونید رو ول کنید. من میرم داخل سین و این رو ول میکنم. خب همونطور که میبینید الان این فلور رو در یک جای صحنه من انداخته با یک پوزیشن نامطلوب و من برای اینکه به بازیم نظم بدم قطعا باید اینا رو صفر بکنم که زمین من از صفر شروع بشه. برای همین میام اینجا روی این 3 نقطه میزنم و گزینه ریست رو انتخاب میکنم. خب همه پوزیشن های من برمیگرده به صفر و پایین ترین نقطه من میشه صفر که زمین بازی من هست. خب حالا زمین بازی ما آماده شد. برمیگردیم داخل پنل گیم و همونطور که میبینید اینجا زمین معلومه و زمین ما از داخل مین کامرا معلومه. همونطور که میبینید اینجا به من پریویو هم داده و من با جابجا کردن این کامرا میتونم از زاویه ها و جاهای مختلفی به صفحه بازیم نگاه کنم. میتونید این زاویه هاشو بچرخونید که از زاویه مختلفی بتونید به بازیتون نگاه کنید. خب حالا ما میخوایم کاراکترمون رو به بازی بیاریم و داخل کاراکتر ما یه دونه کامرا وجود داره. برای همین من به این کامرایی که داخل صفحم هست نیازی ندارم. این کامرا رو دیلیت میکنمش و بعد از اینکه این کامرا رو دیلیت کنم اگه من بیام داخل صفحه گیم شما میبینید که این ارور رو به من میده و این ارور به خاطر اینه که من هیچ کامرایی داخل پروژه‌ام ندارم و نگران نباشید با آوردن کاراکترمون به بازی این ارور درست میشه. دوباره میایم داخل فولدر اسید و این دفعه به دنبال فولدر کاراکتر که دانلود کردیم میگردیم، میریم داخل فولدر کاراکتر و
روی فولدر فرست پرسون میزنید چون بازی ما فرست پرسون هست و پریفب رو میزنید و همین FPS کنترلر رو داخل بازیتون اساین میکنید. اینو میگیریم میکشیم و این دفعه من داخل هایراکی ولش کردم و وقتی که داخل هایراکی ول کنید بهش پوزیشن 0 میده و الان پوزیشن کاراکتر من 0 هست، به همین دلیل نصفش رفته داخل زمین من میکشمش بالا و به عنوان مثال پوزیشن ایگرگش رو میذاریم روی 1 که داخل زمینم نرفته باشه. خب الان کاراکتر ما برگشت و الان همینجایی که میبینید این مین کامراییه که داخل آبجکت ماست و اگه ما برگردیم داخل پنل گیم میبینید که پنل گیم به ما برگشته. خب پس این هم شد کاراکتر بازی ما و ما پلی میکنیم که ببینیم بازیمون به چه شکل شده و میام اینجا موت اودیو رو میزنم چون من به صدا احتیاجی ندارم. پلی میکنم و میتونم با این کاراکترم توی این زمینی که ساختم حرکت بکنم و بعد از اینکه ما سکه رو ساختیم این کاراکتر ما میتونه سکه ها رو کالکت بکنه. الان فقط شما میتونید با کاراکترتون توی زمینتون راه برید و یه بازی معمولی داشته باشید و بازی کنید. خب همونطور که میبینید اینجا موس من غیب شده و من نمیتونم موسمو بیارم و روی دکمه پلی بزنم که از حالت پلی در بیام. شما میتونید کنترل پی رو بزنید و از حالت پلی در بیایید و دوباره میتونید کنترل پی رو بزنید که برید در حالت پلی مود. خب حالا این تغییراتی که ما داخل سین دادیم اگه از پروژه‌مون بیایم بیرون اینا سیو نمیشه و تغییراتون برمیگرده به حالت اولش. برای اینکه سیو کنیم میایید اینجا روی این سه نقطه میزنید و سیو از رو میزنید و همینطور میتونید کنترل اس هم بزنید و اینجا یه فولدر برای شما باز میکنه که فولدری که میخواید داخلش سین رو سیو کنید رو باید مشخص کنید. من اینجا نیو فولدر درست میکنم، اسم نیو فولدرم میذارم سین و میخوام سینم رو داخل این فولدر سیو بکنم و یه اسمم برای سینم اینجا انتخاب میکنم. به عنوان مثال اسمشو میذارم گیم سین، سین بازی ماست و اینجا سیوش میکنم. و بعد از اینکه شما سیو کنید همینجا اسم سینم شما تغییر میکنه و داخل اسید استور هم تو یه فولدر دیگه هست به نام سین که داخلش این سینما هست و شما دیگه هر تغییراتی داخل بازیتون بدید سیو میتونید بکنید که تغییرات به حالت اولش برنگرده. خب تا اینجا این پروژه بود که با هم دیگه ساخته بودیم و حالا میخوایم بفهمیم که اگر پلیر ما از زمینش بیفته بیرون چه اتفاقی میفته و اگر هم افتاد بیرون برای دور زمینش کلیدر بذاریم که نیفته. الان من پلی میکنم که برم گوشه زمینم و ببینم چه اتفاقی میفته و همونطور که میبینید الان من تا گوشه زمین میتونم برم و اگرم خیلی برم بیرون دیگه میفتم پایین. و برای خارج شدن از این حالت پلی مودم که بهتون گفته بودم کنترل پی رو میزنید و از حالت پلی خارج میشید. خب حالا میخوایم برای دور این زمین چند تا کلیدر بذاریم که پلیر ما بیرون نیفته. برای همین من یه آبجکت خالی میخوام درست کنم. میام روی این گزینه مثبت میزنم و create empty رو میزنم که یه آبجکت خالی به من میده و اول کامپوننت ترانسفورم اینو ریست میکنم که بره نقطه وسط 0 و حالا میارمش سمت چپ که برای این چپ یه دونه کلیدر بذاریم که از سمت چپ نیفته. میذارمش اینجا یه خورده نزدیک میشم که ببینم جاش خوبه یا نه. خب جاش تقریبا خوبه. اندازش رو میذارم روی -32 منفی. خب حالا باید که کامپوننت باکس گلایدر رو بهش اساین بکنیم که یک جامدیتی داشته باشه که کاراکترم از توش رد نشه. باکس گلایدر رو بهش میدم و حالا باید یه خورده بزرگش کنیم. همونطور می‌دونم اندازش کوچیکه برای این همه، برای همین یه خورده بزرگش می‌کنیم تا اون ته بره. میایم قسمت سایز و ایکسش ایگرگ و زدش رو میتونیم بزرگ کنیم. اینجا هم که میبینید قرمز ایکسه و ما میخوایم توی ایکس بزرگش کنیم. برای همین میام اینجا و ایکس رو بزرگ میکنم. روی ایکس میگیرم میکشم و کلیدر من بزرگ میشه. خب اندازه زمین من تقریبا 64 بود، برای من اندازه میذارم تو 65 که خیلی بزرگ نشه و پلیر من از توش بیرون نیفته. حالا یه قدی هم باید بهش بدیم که اگر پلی ما پرید هم نتونه از داخل زمین بیرون بیفته. برای من ایگرگش هم زیاد میکنم و تقریبا میذارم روی 20. فکر کنم 20 خوب باشه. خب الان 20 خوبه.
حالا همین کلیدر رو میخوایم با هم دیگه دوپلیکیت کنیم که بذاریم در طرف‌های مختلف زمین. اول اسمش رو عوض میکنم، چون کلیدر اسمش رو میذارم کلیدر، و حالا میخوام جاشو تغییر بدم و یه چند تا دیگه از روش دوپلیکیت بکنم. خب اینو میگیرید و کلیک راست که بکنید میتونید روی گزینه دوپلیکیت بزنید اینجا که از همین کلیدر 2 تا به شما میده. همونطور که میدونن 2 تا اینجاست. من این دومیه رو میکشم میذارم اینور که میاد روی 32. حالا این یکی رفته، نگران نباشه، اگه بزنید روش دوباره میاد، چون کلیدر به ما نشون نمیده. هر موقع بزنید روش نشون میده، نترسید، پاک نشده. خب حالا میخوایم سمت راست و چپ هم بذاریم. یه دونه دیگه دوپلیکیت میکنم با زدن دکمه کنترل دی که دوپلیکیت میشه، میذارمش وسط. الان میچرخونمش که بتونم اون ور بذارم. ابزار روتیت رو برمیدارم، میچرخونمش. خب همونطور که میبینید من اگه اینجا بچرخونم خیلی میزون صاف در نمیاد، ممکنه کج بشه. برای همین کنترل زد میکنم و وقتی که میخوام بچرخونم کنترل رو میگیرم که با اندازه های متناسب بزرگ بشه. کنترل که بگیرید این گیزموها میاد، این ساعت میشه و شما میتونید دقیق این رو بچرخونید. خب الان کلیدر من دقیق صاف شده. حالا میذارمش سمت چپ. اینم که میذاریم رو 90. خب میبرمش سمت چپ، اندازش هم 32 منفی 32. یه دونه دیگه از روش دوپلیکیت میکنم و میذارمش این طرف 32. خب الان اگر این 4 تا آبجکت رو من با هم بگیرم، همه کلیدر معلوم میشه. و دیگه پلیر ما نمیتونه از زمینش بیرون بیفته. خب حالا بازی رو پلی میکنیم که ببینیم چطور کار میکنه. من نزدیک گوشه های زمین میشم و همچنین که میبینید دیگه پلی من اصلا جلو دیگه نمیره، برخورد میکنه به کلیدرهایی که گذاشتیم. با اینکه چیزی جلوش نیست، ولی به خاطر اون کلیدرها دیگه از زمینمون بیرون نمیفته و هر چقدر من بپرم از بالا سر هم بیرون نمیفته. خب پس اینجوری ما تونستیم که یه کاری بکنیم که پلیر ما از زمین بیرون نیفته با کلیدرهایی که اصلا دیده نمیشن. خب الان باید سینمون رو سیو کنیم. روی این 3 نقطه میزنم و سیو سین رو میزنم و البته میتونید کنترل اس هم بزنید. خب بعد از اینکه سینتون رو سیو کردید، حالا میخوایم یه سری خونه مکعب و لولمون رو با هم دیگه بسازیم، دیزاین کنیم. برای همین میایم داخل استاندارد اسست، میایم داخل پروتوتایپ و میایم داخل فولدر پریفاب. خب اینجا چند تا کیوب، ستون و خونه داریم. من یه خورده اندازش بزرگ میکنم. این خونه رو میتونیم استفاده کنیم. من میکشم میندازمش توی صحنه. خب حالا میخوام که اینو بذارم روی زمینم به طور دقیق و جاش رو تعیین بکنم. برای همین توی مدار ایگرگ میکشم پایین. الان زد بیرون از زیر و یه ذره بکشمش بالا. خب همونطور که میبینید من نمیتونم به طور دقیق این خونه رو روی زمینم قرار بدم و هر کاری که میکنم 1 سانت 2 سانت یا یه ذره از خونه، یه ذره از زمینم یا میزنه تو یا میزنه بیرون. برای همین میتونم دکمه وی رو بگیریم که زلها یا گوشه های این خونه رو به ما نشون میده که روی هر کدوم کلیک کنید میتونید اون ضلع خونه رو به یک گوشه زمین بچسبونید. در همین من وی رو نگه میدارم، این گوشه خونم رو میگیرم و میچسبونم به اینجا و میتونید به جاهای دیگه هم بچسبونید، به اون گوشه زمین، به هر جای زمین میتونید بچسبونید. من میذارمش این گوشه و ولش میکنم. حالا ذره از این طرف بهش نزدیک میشم که ببینیم چطوری به زمینمون چسبیده یا نه. خب یه خورده نزدیک میشم و همونطور که می‌بینید هیچ فاصله‌ای بین زمین و خونه نیست و طوری روی هم قرار گرفتن که انگار از قبل به هم دیگه چسبیده بودن. خب پس با استفاده از کلید وی ما میتونیم آبجکت همون رو به طور دقیق به زمینمون بچسبونیم. حالا یه دونه دیگه از این هاست دوپلیکیت میکنم و اینو میخوایم بذاریمش اینور و دوباره دکمه وی رو میگیرم اینجا، این گوشه خونم رو میچسبونم اینجا.
حالا آبجکت های دیگه خودتون اگه دوست دارید میتونید بذارید. به عنوان مثال من از این کیوبایی که داخل پریفاب بود استفاده میکنم. همین کیوبا رو میذارم داخل پروژه. هم شما میتونید از چیزای دیگه‌ای که این پروژه داره استفاده بکنید. دیوار بذارید، ستون بذارید یا سطح شیب دار بذارید. خب اینا رو به این شکل داخل سینم میچینم و حالا یه لول معمولی دارم و میتونم داخلش با کاراکترم بازی بکنم و حالا پلی میکنیم. البته باید اول سینمون رو سیو کنیم. بعد از اینکه سیو کردیم بازیمون رو پلی میکنیم و الان من میتونم با کاراکتر بازیم بین آبجکت هایی که داخل سین چیدم حرکت بکنم و در ویدیوی بعدی که سکه میسازیم این کاراکتر میتونه در بین این آبجکت ها به دنبال سکه بگردیم و سکه ها رو کالکت بکنیم. البته شما در سینتون از آبجکت های دیگه هم استفاده بکنید و بازیتون رو طوری که دوست دارید بسازید. خب تا اینجا این پروژه بود که با هم دیگه ساخته بودیم و حالا میخوایم برای این پلیرمون چند تا سکه بسازیم و من نمیخوام از سکه هایی که این پروتوتایپ داره استفاده بکنم. میخوام یه سکه خودمون بسازیم. برای همین میام این قسمت و یه دونه سیلند درست میکنم و سیلند چون اگر کوچیکش کنیم خیلی شبیه سکه میشه، برای همین از سیلند استفاده میکنم. خب سیلند رو که ساختیم اول باید طولش رو کوتاه بکنیم که شبیه سکه بشه و طولش رو میذارم روی 700 اوم. این شد 7 اوم. حالا میکنمش 700 اوم و خب اندازش الان خوبه و حالا باید بچرخونیمش که شبیه سکه بشه و شما حتما یادتون نره که از طرف X این رو بچرخونید که داخل کامپوننت ترانسفورم X تون بشه منفی 90. حتما این کارو بکنید که X تون بشه منفی 90. خب بعد از اینکه سکمون رو چرخوندیم میخوایم کلیدرش رو درست کنیم و همونطور که میدونن این کلیدری که داره یه خورده اندازش بزرگه و کپسول کلایدر هم هست و به درد این سکه نمیخوره. برای همین من ریمووش میکنم. روی سه نقطه میزنیم و ریموو میکنیم. حالا اد کامپوننت رو میزنیم و اسفیر کلایدر رو استفاده میکنیم. چون به شکل دایره باید باشه اسفیر کلایدر رو سرچ میکنم و اساینش میکنم. حالا یه خورده بزرگه، میذارمش روی وسط 0 و ردیوسش رو کم میکنم، میذارم روی نیم. البته معمولا توی بازی کلیدر آبجکت های کالکتیبل رو بزرگتر از خودشون میگیرن و کلیدر انمی ها رو کوچیکتر از خودشون میگیرن، ولی من به خاطر درس کلیدر این رو روی 3500 میذارم و خب الان اندازه کلیدرش هم خوب شد. خب همونطور که میدونید رنگ سکه ها طلاییه، بر همین ما باید یه رنگ طلایی به این بدیم. اول من اسمش رو عوض میکنم میذارم کوین و حالا رنگ که بخوایم بهش بدیم باید بهش یک متریال یا همون ماده بهش بدیم. برای من داخل پروژه که دونه فولدر درست میکنم. اسم فولدر رو میذارم متریالز که همه متریال هایی که اگر خواستیم در آینده هم هر متریالی بسازیم رو بریزیم داخل این فولدر و داخل این فولدر هم یه دونه متریال میسازم. میزنید روی متریال، یک دونه متریال براتون میسازه و اسمش رو میذارم مت که مخفف متریال کوین گولد. یک متریال برای سکه طلایی. خب الان رنگش سفیده، اینجا میزنید رنگش رو میکنید طلایی. اول باید خودش رو سلکت کنید، بعد اینجا رنگش رو بزنید روی طلایی بیاریم رنگش رو یا اون زرد. اینجا رنگش هم عوض شد همونطور که دید. همین با همین راحتی میتونیم این متریال رو بکشیم و بندازیم داخل سکمون و ولش که کنید اساین میشه و شما میتونید این متریال رو به آبجکت های دیگه هم اساین کنید تا رنگ اونها هم تغییر بکنه. ولی حتما اگر این کار رو خواستید بکنید یه متریال دیگه بسازید و برای هر آبجکت یک متریال بسازید، چون اگر من رنگ این متریال رو تغییر بدم هر آبجکتی که این متریال داشته باشه رنگش تغییر میکنه. خب برمیگردونم همون به رنگ زرد. خب حالا این سکه ای شد که ما ساختیم و میتونیم برای بازیمون از این سکه استفاده بکنیم و شما تغییراتی هم که دوست داشتید میتونید روی این سکه بدید. حالا من این قد سکه رو میذارم روی 1.7 که روی هوا باشه و قد پلیرم هم بهش برسه و یه چند تا از روش دوپلیکیت میکنم چون میخوایم تعداد زیادی سکه داشته باشیم و همونطور که میبینید اگر ما این چند تا سکه رو اینجوری دوپلیکیت کنیم و
یا ما بخوایم توی یک کدومشون یه تغییراتی بدیم، به عنوان مثال اندازه‌شون رو تغییر بدیم، سکه‌های دیگه این اندازه‌شون تغییر نمی‌کنه و اگه ما تعداد 100 تا یا 200 تا از این سکه‌ها داشته باشیم، باید بریم دونه دونه هر کدوم از این سکه‌ها رو اندازه‌شون رو بزرگ کنیم. برای همین ما باید پریفاب بسازیم و برای این کار من میام داخل پروژکت یه دونه فولدر برای پریفاب هم می‌سازم، اسمش رو می‌ذارم پریفابز، که همه پریفاب رو بذاریم داخل اون و میرید داخلش. ساخت پریفاب خیلی کار سختی نیست، خیلی راحت سکه‌تون رو میگیرید و میندازید داخل فولدرتون، میگیرید میکشید و اینجا ولش میکنید. خب الان یه دونه پریفاب از من از کوین برای من ساخت و اینجا همونطور که میبینید کوین من به رنگ آبی در اومده و شما دیگه هر چند تا از این کوین دوپلیکیت کنید، هر تغییراتی که داخلش داشته باشه توی سکه های دیگه هم اساین میشه. من از این سکه دوپلیکیت میکنم، همینطوری میتونید دوپلیکیت کنید و همینطور هم میتونید از داخل پریفاب یه دونه بکشید و بندازید داخل صحنه‌تون. خب اینا رو جابجا میکنم و الان به عنوان مثال اگر من اندازه این سکه رو تغییر بدم، این سکه رو الان اندازه اینو من تغییر میدم، به خورده اینجوری بزرگش میکنم و حالا برای اینکه روی بقیه هم اپلای بشه میاد اینجا روی اووررایت ها میزنید و اینجا میتونید اووررایت هایی که دادید رو ببینید، تغییراتی دادید و اپلای آل رو بزنید. اپلای آل رو که بزنید روی همه سکه ها این تغییر ثبت میشه و همشون بزرگ میشه، حتی روی این پریفاب اصلی. اگه یه دونم جدید بیارم اونم به همین شکل هست و میتونید خیلی راحت این پریفاب اصلی کم اندازه‌شو تغییر. الان من میذارم روی 1 و دوباره اپلای میکنم. همونطور که میبینید همه سکه ها دوباره برگشتن به حالت اولش و اگر من پریفاب اصلی رو هم اندازه‌شو تغییر بدم، همون دقیقه به طور سریع همه سکه ها اندازه‌شون تغییر میکنه و دیگه نیازی به اپلای نیست، چون این پریفاب اصلیه. خب من برمیگردونم روی حالت عادیش و یه چند تا سکه میسازیم که توی صحنه اونا رو پخش بکنیم. شما میتونید این کار بکنید، یه چند تا سکه دوپلیکیت بکنید در روی هم دیگه، جاهای مختلف صحنه بسازید. به عنوان مثال من 10 تا سکه میذارم، چون فکر کنم 10 تا سکه رو بتونیم در زمان 1 دقیقه یا همون 60 ثانیه کارکت بکنیم، چون قراره بازی ما یک تایمی داشته باشه که اون تایمش هم 1 دقیقه است که توی 1 دقیقه باید همه سکه ها کالکت بشه، اگه کالکت نشه میبازیم. خب اینم 10مین سکه و میذارمش اینجا. شما هم 10 تا سکه بسازید و توی جاهای مختلف سینتون اونا رو پخش بکنید. خب حالا میخوایم آبجکت هایی که داخل هایرارکی داریم مانند environment، کولیدرها و کوین هایی که داخل هایرارکی داریم رو دسته‌بندی و ارگانایز بکنیم که کارمون نظم پیدا کنه. برای همین من یک آبجکت خالی و امتی درست میکنم، کامپوننت ترانسفورمش رو ریست میکنم که بیاد روی نقطه وسط و حالا یه اسم با مسما و خوب براش میذارم، چون میخوام پرنت کوینام باشه اسمش رو میذارم کوینز، که چون میخوایم همه سکه ها و کوین ها اونو داخل این آبجکت بندازیم. همه کوین ها اونو سلکت میکنیم، خیلی راحت میگیریم میکشیم و داخل این آبجکت ولشون میکنیم. الان همشون شدن چایلد این آبجکت و یه دسته‌بندی خوب شد. یا یه آبجکت خالی دیگه میسازم، دوباره ترانسفورمش رو ریست میکنم و اسمش رو میذارم کولیدرز، که کولیدرامون هم بذاریم داخل این کولیدر رو هم سلکت میکنم و میندازم داخل این آبجکت و یه آبجکت دیگه دوباره درست میکنم، کامپوننتش رو ریست میکنم، کامپوننت ترانسفورمش رو، و اسمش رو میذارم environment، که آبجکتیه که میخوایم همه محیط و آبجکت های محیطمون رو داخل این آبجکت بذاریم. همه این آبجکت های محیط رو میندازم داخل environment و میبندمش و میذارمش این بالا و الان آبجکت ما دسته‌بندی شده و میتونی اسم این پلیرمون رو عوض کنیم. به جای FPS کنترلر من اسمش رو میذارم پلیر، اسمش رو پاک میکنم و میکنمش پلیر. شما میتونید این کار انجام بدید و اینطوری میتونیم آبجکت هایی که داخل هایرارکی داریم دسته‌بندی کنیم که کارمون نظم پیدا کنه و بعدش هم سینمون رو سیو. خب تا اینجا این پروژه بود که با هم دیگه ساخته بودیم و حالا میخوایم تو این ویدیو به این بازیمون معنا بدیم، با آوردن کد به بازیمون معنا بدیم و بازیمون رو قشنگ‌تر بکنیم.
و شما میتونید لینکی که داخل دسکریپشن همین ویدیو گذاشتم روش کلیک بکنید و کدها رو از داخل اون سایت دانلود بکنید که برای پلیر و کوین های بازیمون میخوایم اونا رو اساین بکنیم. خب من این کدا رو داخل دسکتاپ کامپیوترم دارم، یونیتی رو کوچیک میکنم و این فولدری هست که داخلش کدا رو داریم و کدا C# هستن. من فولدر رو باز میکنم. خب حالا یه ذره یونیتی رو دوباره بزرگش میکنم. خب الان این کدایی که ما اینجا داریم C# و همونطور که میبینید فرمتشون CS یعنی مخفف C# و یه دونه کوین کد داریم، کد کوین داریم، پلیر کنترلر، روتیت آبجکت و تایم اوت. این 4 تا کد رو میخوایم به بازیمون اضافه کنیم. برای اضافه کردنش خیلی کار سختی نیست. اینا رو با شیفت انتخاب میکنیم و میگیریدشون میارید داخل پروژکت و به پنل پروژکت اینا رو انتقال میدیم و به این شکل داخل پروژهتون اینجا ظاهر میشن و باید صبر کنید که یونیتی اینا رو یه آنالیزی بکنه، بعد میتونید کارتون انجام بدید. خب من حالا میخوام یه فولدر درست کنم برای اینا که اینا رو بذارم توی فولدر که کارامون ارگانایز بشه و خیلی داخل پروژه فولدرام با هم نریزه. اسم فولدرم میذارم اسکریپت و حالا میخوایم همونطور که میبینید الان من فولدر رو داخل فولدر پریفاب درست کردم و میخوام این فولدر داخل فولدر اسید باشه. برای همین خیلی راحت میتونم این رو به فولدر اسید انتقال بدم. الان اگه برم داخل فولدر اسید شما فولدر اسکریپت رو اینجا میبینید. حالا خیلی راحت هم اون 4 تا اسکریپتی که وارد کردیم به پروژه‌مون رو اینجا با شیفت یا میتونید حتی با کنترل اینا رو انتخاب کنیم و انتقالشون بدیم به داخل فولدر اسکریپت. و بعد از اینکه این گوشه این چرخش رفت خود یونیتی آدرس ها رو درست میکنه با این کار. بعد از اینکه لودینگ شد شما میتونید برید و اینا رو ببینید که رفتن داخل فولدر اسکریپت و میتونید اینجا کوچیکشون هم کنید که به این شکل اونا رو ببینید. و شما میتونید با کلیک روی هر کدوم از روی این اسکریپت ها یه پریویو داخل این اینسپکتور به شما میده و شما میتونید یه پریویو از کدی که داخل این C# هست داشته باشید و میتونید ببینید که چه چیزایی داخل این C# نوشته شده، مثلا داخل این روتیت آبجکت، داخل این کی تایم اوت و هر کدوم از اینا. خب حالا میخوایم این کدا رو به آبجکت هامون اساین کنیم. برای همین اولین کاری که میکنم من یه دونه آبجکت جدید میسازم empty خالی و اسمش رو اول ترانسفورمش رو ریست میکنم و اسمش رو میذارم گیم منیجر. این آبجکت مدیر بازی ماست. خب میذارمش این بالا و اسکریپت تایم اوت رو به این اساین میکنم چون تایم اوت باید توی این 60 ثانیه که اینجا زده بعد از 60 ثانیه دیگه وقتمون تمام میشه. برای همین من این اسکریپت رو به مدیر بازیمون دادم که مدیر بازیمون همچین اسکریپتی داشته باشه و بتونه این رو مدیریت بکنه. حالا من داخل پلیر و این کامپوننت هایی که پلیر داره حالا میخوایم پلیر کنترلر رو به پلیرمون اساین کنیم. برای خیلی راحت این کد رو به آبجکتمون انتقال میدیم. و همونطور که میبینید در کنار این آیکون یه دونه عکس پلاس زده و این به خاطر اینه که آبجکت ما پریفاب هست و باید اول اینا کامپوننت رو اپلای بکنیم که این پلاس بره. برای میاد اینجا ادیت کامپوننت رو میزنید، اپلای تو پریفاب میکنید که پریفاب اصلیش هم تغییر میکنه. اگر ریورت هم بزنید این کامپوننت رو پاک میکنه. خب من الان اپلای کردم و پلاسی که گوشش بود رفت. حالا میخوایم به سکه هامون این کد رو اساین بکنیم. سکه‌مو سلکت میکنم و اینم همون شکل مثل پلیر یه دونه پلاس آورد کنارش چون این آبجکت هم پریفابه. میتونید بیارید از اینجا بزنید، اگر ریورت رو بزنید پاک میکنه، اگر اپلای رو بزنید این پلاس میره و روی پریفاب اصلی هم این کد اساین میشه. اگر روی پریفاب های دیگه هم برید همونطور که میبینید روی کوین های دیگه هم این کد هست و اگر هم روی بریم پیش پریفاب اصلیش داخل فولدر پریفاب همونطور که میبینید توی پریفاب اصلی هم اینجا کد کوین رو اینجا داریم. خب حالا که کدامون رو اساین کردیم میخوایم ببینیم که چطور کار میکنه و شما هم حتما مثل من کدا رو اساین کنید. خب اول از همه سینمون رو سیو بکنیم، میزنید روی این 3 نقطه و سیو میکنیم یا کنترل اس رو میزنید و حالا پلی میکنیم.
خب من میرم که یه از این سکه ها رو کالکت کنم، ولی همونطور که میبینید سکه مثل یک دیوار جلوی من وایستاده و نمیذاره من از داخلش رد بشم و نمیذاره من رو کالکت بکنه. و این به خاطر اینه که به خاطر کلیدر سکه ما هست. برای همین میایم قسمت اسفیر کلایدر و این قسمت ایستریگر رو باید ترو بکنیم و ایستریگر باعث میشه که کلیدر داشته باشه ولی هر آبجکتی که بهش برخورد کرد از داخلش عبور میکنه و همون موقعی هم که به هر آبجکتی برخورد کنه به یونیتی پیغام میده که ببینه چه کاری باید انجام بده. برای همین من میام داخل پریفاب اصلی و اینجا ایستریگر رو تیک میزنم که روی همه کوینام خیلی راحت اساین میشن. همه کوینام این تیک رو دارم و اگرم داخل کنسول یونیتی اینجا بهتون خطایی نشون داد اشکالی نداره، شما میتونید روی این گزینه کلیر بزنید که همه خطاهایی که به شما نشون داده پاک بشه. خب برمیاریم داخل پروژکت و حالا که ایستریگر کردیم یه بار دیگه پلی میکنیم. الان اگه من نزدیک بشم شما کلیدر رو اینجا میبینید، ولی اگر آبجکتی بهش برخورد بکنه از داخلش رد میشه. و حالا میخوایم به آبجکت هامون یک سایه هم بدیم. به عنوان مثلا من همین اولین آبجکت رو انتخاب میکنم و داخل صفحه میرم پیشش، F رو میزنم میرم پیشش و میخوایم بهش سایه بدیم. میایم قسمت مش رندرر، اینجا مش رندرر رو باز میکنید و قسمت لایتینگ میایم قسمت کست شادو و اینجا روی آف هست میتونید بذارید روی آن که بهتون سایه این آبجکت رو میده. ما اینجا خورشید داریم پس قطعا باید سایه هم داشته باشیم. در مورد خورشید بازی هم در ویدیوی بعدی بهتون میگم. و سایه آبجکت های دیگه هم روشن میکنیم، همه رو سلکت میکنم و آن میکنم. همونطور که میبینید همه آبجکت ها الان سایه رو دارن و سکه هم سایه میخوام، برای همین سکه هم میذارم روی آن که اونا هم سایه رو داشته باشن. حالا سیو میکنیم سینمون رو و پلی میکنیم. خب شما میتونید اینجا سایه ها رو ببینید، ولی من 2 تا سایه دارم چون 2 تا خورشید داخل بازی دارم و اینا رو بعداً پاک میکنم. و اگر من بخوام سکه‌مو کالکت بکنم همونطور که می‌بینید از داخل سکه من رد میشه و همونطور که بهتون گفتم این به خاطر ایستریگره. وقتی ما روی حالت ایستریگر میذاریم میتونیم از داخل آبجکت رد بشیم، ولی خود آبجکت به یونیتی پیغام میده و هر عکس العملی که باید در برابر اون آبجکت انجام بده انجام میده و به عنوان مثال دیستروی میشه. و الان من نمیتونم سکه کالکت بکنم و این به خاطر اینکه ما داخل کد یه سری تگ تعیین کردیم که اینجا این تگ ها رو اساین نکردیم و تگ هم چیز خاصی نیست، فقط یک نشانه که این نشان رو به آبجکت ها میدن که بتونیم از داخل کد خیلی راحت‌تر به اونها دسترسی پیدا کنیم. الان من اینجا روی این آن تگ میزنم و اینجا یک تگایی خود یونیتی با تجربه که به دست آورده داره مثل پلیر که همونطور که می‌بینید اکثر بازی‌ها پلیر رو دارن و من همین پلیر رو باید به این آبجکت اساین میکنم که همین کد پلیر کنترلری هم که به این آبجکت دادیم با همین تگ پلیر کار میکنه و حتما باید با پی بزرگ اولش باشه و شما هم پلیر با پی بزرگ بهش اساین بکنید که کداتون درست بتونه کار بکنه. حالا میخوایم به سکه‌مون هم تگ بدیم. سکه‌مون رو با شیفت همه رو سلکت میکنم و میام قسمت تگ، اینجا آن تگ هست. من میخوام به تگ کوین بدم ولی همونطور که میبینید اینجا تگ کوین رو نداره و برای اضافه کردن تگ میتونید روی اد تگ بزنید. میاد روی صفحه تگ و لایر قسمت تگ، اینجا لیستمون امتیه یعنی خالیه، هیچ تگی تا الان درست نکردیم. روی این گزینه پلاس میزنیم که بتونیم تگمون رو درست کنیم. اینجا باید اسم تگمون رو بدیم. اسم تگم کوینه با سی بزرگ اولش و اینجا بعد از اینکه اسم رو دادید میتونید روی سیو بزنید و اینجا تگتون سیو میشه به اسم کوین. و اگر هم خواستید تگ جدیدی درست کنید روی این پلاس بزنید و تگتون رو درست کنید و برای ریموو کردن تگ هم میتونید روی منها بزنید و تگتون رو براتون ریموو میکنه. خب حالا که تگ رو درست کردیم دوباره همه سکه‌امو سلکت میکنم با شیفت و میام قسمت تگ و الان آخرین تگی که هست همون کوین، همون تگیه که خودمون درست کردیم. روش کلیک میکنم و اینجا تیک میخوره که به آبجکت هم اساین شد. خب حالا پلی میکنیم که ببینیم چطور کار میکنه. میرم سمت سکه و همین که به کلیدش برخورد میکنم این سکه غیب میشه یعنی کالکت میشه و این به خاطر همین تگایی که دادیم. حتما تگاتون رو مثل من بدید که کداتون ایرادی پیدا نکنه و اینجوری بتونید همه سکه ها رو کالکت بکنید و اگر شیفت رو نگه دارید پلیرتون با سرعت بیشتری میدوه و میتونید سریعتر سکه هاتون رو کالکت بکنید. خب بعد از اینکه این تغییرات رو روی بازیمون دادیم و تگ ها رو اساین کردیم سینمون رو سیو میکنیم و حالا میخوایم بفهمیم که این اسکریپت ها و کدایی که داخل پروژمون آوردیم
با چه IDE یا همون با چه ادیتور اسکریپتی باز میشن. برای همین میای اگر ویندوز دارید میید داخل ادیت و پرفورمنس رو میزنید و اگر هم مک دارید میید توی منوی خود یونیتی و اونجا پرفورمنس رو انتخاب میکنید و اینجا به دنبال اکسترنال تولز میگردید. اکسترنال تولز اینجاست، من روش کلیک میکنم و همین گزینه اول میتونید ادیتور یا اون IDE که این اسکریپت ها رو باز میکنه رو انتخاب بکنید. الان برای من روی ویژوال استودیو 2019 و من با این کار میکنم. شاید برای شما مونو بیهیویر خود یونیتی هم داشته باشه، شما میتونید از اون هم استفاده کنید یا اگرم ویژوال استودیو خودتون دارید از اون استفاده کنید. میتونید روی این براوز بزنید و ویژوال استودیوتون رو اینجا اد بکنید. جدیدا خود یونیتی هم ویژوال استودیو رو به همراه یونیتی برای شما دانلود میذاره و شما با هر ایده‌ای که راحت ترید میتونید از اون استفاده بکنید و من از همین ویژوال استودیو استفاده میکنم، گذاشتم رو اون و حالا اگر دو تا کلیک بکنم روی این اسکریپت کوین اینجا ویژوال استودیو برای من باز میشه و اینجا میتونم کدی که داخل اسکریپت کوین بود رو اینجا ببینم و ممکنه لایوت یا تم ویژوال استودیو شما با من فرق کنه، به عنوان مثال رنگش فرق کنه. میتونید به قسمت تولز و این پایین آپشن رو بزنید و همین اول قسمت جنرال که باشید میتونید رنگ یا تم این ویژوال استودیوتون رو عوض بکنید. الان برای من روی دارکه، میتونید بذارید روی لایت بلو یا روی هر تمی که اگر دانلود کردید روی اون بذارید و اینجوری میتونید تمتون رو عوض بکنید. یا اگر هم تمی هست میتونید به از سایت ها دانلود بکنید و اینجا اد بکنید و تمایی هم خودتون میتونید درست بکنید و اینجوری میتونید لایوت ویژوال استودیوتون رو عوض بکنید. خب تا همینجا آموزش رو نگه می‌داریم و میریم برای ویدیوی بعدی. خب ابتدا من میخوام این اسکریپت تایموت رو باز بکنم و داخل این کد رو ببینیم که بفهمیم که این کد چجوری کار میکنه، که اگر شما خودتون خواستید با این کد کار بکنید بتونید راحت‌تر با این کد کار بکنید. من میتونم بیام تو این قسمت فولدر اسکریپت و اینجا روی اسکریپت تایموت دو تا کلیک بکنم تا باز بشه و همینطور میتونم بیام داخل همین آبجکت گیم منیجر و این قسمت اسکریپت دو تا کلیک کنم روی این قسمت اسکریپتش تا باز بشه برامون و الان ویژوال استودیو برای من باز میشه چون من گذاشتم روی ویژوال استودیو همونطور که در ویدیو قبل بهتون گفتم. و اینجا شما میتونید کدی که داخل این تایموت هست رو ببینید و این توتال تایم همون توتال تایمی بود که اونجا دیدیم که داخل کد اینجا مساوی 60 شده، یعنی عددی که داخل توتال تایم 60 و یک اینت هست. اینت یک مقدار عدد داخل خودش سیو میکنه. من فعلا توی این سطح خیلی نمیخوام به شما توضیح بدم و اینجا هم یک کلاس تایموت داریم که پابلیک هست و هر چیزی که اینجا نوشته شده از این آکولاد بالا تا این آکولاد پایین داخل کلاس تایموت و ربط داره به همین کلاس تایموت و این توتال تایم ما بود که فهمیدیم داخل کد مساوی 60 شده، برای همین داخل اینسپکتور یونیتی هم ما 60 میدیدیم و اینجا متد استارت که متد استارت یعنی همون موقعی که بازی شروع میشه و همون موقعی که بازی شروع میشه این اتفاق میفته، یعنی این اینوکی که اینجا نوشته شده باعث میشه که توی زمان توتال تایم یعنی توی 60 ثانیه که تموم شد بعد از استارت بازی ما ریستارت بشه. اینجا هم نوشته ریستارت و اینجا وارد متد ریستارت میشه و متد ریستارت همین پایینه، void ریستارت و داخل void ریستارت هم اتفاقایی میفته که اینجا یک ایف نوشتم، یعنی اگر که تعداد سکه هایی که ما کالکت کرده بودیم کمتر از سکه هایی بود که باید کالکت میکردیم سینمون رو ریست کنه، یعنی یه بار دیگه سین رو از اول به ما نشون بده. پس الان تقریبا فهمیدید که این کد چی کار میکنه. اول 60 ثانیه زمان رو نگه میداره و اگر ما تعداد سکه هایی که کالکت کرده بودیم کمتر از سکه هایی بود که باید کالکت میکردیم بازی رو برای ما ریستارت میکنه یا سینمون رو دوباره از اول اینجا لود میکنه. اینجا هم همونطور که میبینید نوشته لود سین، یعنی سینمون رو دوباره از اول برامون لود میکنه. و این دو تا خطی که این بالا هست نوشته using Unity Engine تا Scene Management، اینجا کتابخونه یا همون نیم اسپیس هایی که هست که این کد داره از اون کتابخونه استفاده میکنه. همونطور که میبینید اینجا نوشته Scene Management و ما این پایین از Scene Management استفاده کردیم و سینمون رو لود کردیم و Unity Engine هم کار دیگه برای این کد، کتابخونه دیگه برای این کد که این کد از اون کتابخونه استفاده میکنه و میتونیم با استفاده از این کتابخونه کدمون رو بنویسیم. خب حالا که فهمیدید این تایموت چی هست، میخوام مقداری که داخل این تایموت هست رو تغییر بدم. به عنوان مثال بزنم روی عدد 5%
پایین‌تر از 60 که ببینیم چه اتفاقی میفته. یعنی اینکه بفهمیم به عنوان مثال بعد از اینکه زمان بازی ما تموم شد چه اتفاقی برای بازی ما میفته. الان زمان تایم اوت ما روی 60 ثانیه است، ولی من میذارمش روی 3 ثانیه به عنوان مثال که ببینیم توی 3 ثانیه میتونیم سکه‌مون رو کالکت کنیم یا نه و بعد از 3 ثانیه چه اتفاقی میفته. شما میتونید این مقدار رو هر عددی که خودتون میخواید هم بذارید. خب من بازی رو پلی میکنم و اینجا میخوام برم سکه ها رو کالکت بکنم و همونطور که میبینید قبل از اینکه من حتی یک سکه هم بتونم کالکت بکنم کاراکتر من برگشت روی نقطه اول. یعنی همونطور که توی کد نوشته بودیم سین ما دوباره لود شد، از اول لود شد و کاراکتر ما برگشت روی همون نقطه 0 که بود. یعنی ما با کاراکترمون به این شکل روی فضا راه میریم ولی بعد از اینکه زمانمون تموم میشه برمیگرده روی نقطه 0 که قبلا وجود داشت. پس میفهمیم که 3 ثانیه برای بازی ما کافی نیست، برای همین من 3 ثانیه رو پاک میکنم و برمیگردونم روی همون 60 ثانیه و میتونم حتی ریست هم بکنم که چون دیفالتش توی کد 60 ثانیه بود، ریست که بکنید خودش برمیگرده روی 60 ثانیه و 0 نمیشه، چون همونطور که بهتون نشون دادم داخل کد دیفالتش روی 60 بود. و خب حالا همونطوری که توی ویدیو قبلی بهتون گفته بودم در مورد خورشید بازی توضیح میدم، اینجا من خورشید بازی رو دارم و یه توضیح کوتاهی میخوام در موردش بهتون بدم. همونطور که میبینید الان این آبجکت ما خودش شبیه خورشیده و یک دایرکشنی داره. همونطور که میبینید داره به یک دایرکشنی میتابه، یعنی مثل واقعیت داره خورشید ما به این سمت به این شکل میتابه و سایه برای آبجکت های ما ایجاد میکنه به طرفی که میتابه. و من این خورده الان میام عقب و ابزار روتیت رو که بردارید میتونید از جهت‌های مختلف این خورشید رو بچرخونید. الان من از این ور که بچرخونم همونطور که میبینید سایه آبجکت های من تغییر میکنه و نور سین من هم تغییر میکنه. میتونم بازیم رو شب بکنم، ظهر بکنم، عصر بکنم، هر موقعی که دلم میخواد و سایه های بازیم رو از اطراف و طرفایی که میخوام این سایه ها رو بدم. و حتی میتونید در جهت X هم بچرخونید که سایه ها رو به شکل‌های مختلف با آبجکت هاتون بدید. پس اینجوری هم فهمیدیم که بازی ما خورشید داره و ما میتونیم خورشید رو بر طریقی که میخوایم بچرخونیم و برای آبجکت هامون سایه درست کنیم و بازیمون رو زمان بازیمون رو تغییر بدیم، صبح، عصر یا شبش بکنیم. پس در مورد خورشید هم فهمیدی. الان من خورشیدم رو برمیگردم روی همون عددی که بود 75 و من 150 که یه نور مطلوبی به بازی میده و یه سایه کمی هم به آبجکت ها میده. خب حالا من بازی رو یه بار دیگه پلی میکنم تا یکی از ایرادهای بازی رو بهتون نشون بدم. الان اینجا همونطور که میبینید سکه های ما روی هوا وایساده و هیچ حرکتی نداره و همونطور که میبینید داخل همه بازی ها سکه های چرخشی دارن. برای همین ما میخوایم به سکه‌مون داخل بازی یک چرخشی بدیم و این چرخش رو میخوایم با این اسکریپت روتیت آبجکت بدیم و همونطور که از اسم روتیت آبجکت معلومه روتیت یعنی چرخش و آبجکت هم که میشه آبجکت و میشه چرخش آبجکت که این کد رو بر آبجکتی که بدیم چرخش داره. من یکی از کوینامو سلکت میکنم و اینجا کد کوین رو قبلا بهش دادیم، حالا کد روتیت آبجکت هم میخوام بهش اساین کنم. خیلی راحت بهش انتقال میدم و اساینش میکنم و چون آبجکت من پریفاب هست حتما باید اوپن پریفاب کنیم. خود یونیتی این پیامو به شما میده، میتونید روی گزینه اوپن پریفاب بزنید که خیلی راحت‌تر بتونید اسکریپتتون رو با آبجکتتون اساین کنید. الان اینجا برای من یک صفحه اختصاصی برای پریفابم آورده. من الان اسکریپتمو به کوین اساین میکنم و روی این دکمه برگشت میزنم که برگردم داخل سینم. و اگر برای شما این پیام رو نیاورد و ورژن یونیتی شما تغییر کرد ممکنه این پیام رو به شما نده و کد شما روی کوین های دیگه اساین نشه. برای همین میتونید روی اینجا اپلای آل بزنید که برای شما روی همه کوین ها اساین بشه، خیلی راحت. خب حالا که این کد رو اساین کردیم شما خودتون اینجا یک مقدار روتیت اسپید رو میبینید و همینطور روتیت اکسس هم میبینید که اینجا روی 0 1 و 0 و اگر میخواید سکتون مثل من داخل بازی درست بچرخه و ایرادی نداشته باشه حتما باید این قسمت ایگرگ این روتیت اکسس روی 1 باشه. پس اگر برای شما روی 0 بود حتما بذارید روی 1 و این بالا روتیشن کوین شما باید حتما روی 90 باشه. خب الان من بازی رو پلی میکنم و همونطور که میبینید الان سکه های من دارن شکلی درست میچرخن. پس حتما اگر میخواید سکه شما مثل من درست بچرخه ایگرگ رو بذارید روی 1 و روتیشن کوینتون رو ایکسش رو بذارید روی 90 و الان من میتونم این کوین رو کالکت بکنم. خب پس
اینجا میتونید شما اسپید یا همون سرعت چرخش سکتون رو هم تغییر بدید و اگر نمیخواید که سکتون توی دایرکشن های مختلف مثلا به سمت بالا یا به سمت چپ بچرخه، حتما باید روتیشن ایکس روتیشن کوینتون رو بذارید روی 90 مثل من، یا رو بذارید روی 90 یا بذارید روی منفی 90 و بقیه روتیشن هم بذارید روی 0 که سکتون درست بچرخه. و میتونید سرعت چرخیدن سکتون هم تغییر بدید. برای من روی همین اندازه خوبه و نمیخوام خیلی بهش سرعت زیادی بدم. خب حالا سینمون رو که تغییر دادیم سیو میکنیم که تغییراتمون سیو بشه و حالا میخوایم به بازیمون پارتیکل سیستم اضافه کنیم. روی پلیر میزنید و اینجا هم تو که میبینید یک فایرورک داره که فایرورکش خالیه و فایرورک همون پارتیکلی هست که ما میخوایم اینجا اضافه کنیم و برای باز اضافه کردن پارتیکل سیستم میاد توی استاندارد اسست و دنبال فولدر پارتیکل سیستم میگردید، میید داخل فولدر پارتیکل سیستم قسمت پریفاب رو باز میکنید و اینجا پارتیکل سیستم مختلفی هست. من از همون فایرورک اینجا اسمش معلومه فایرورک استفاده میکنم. برای اینکه ببینیم این پارتیکل سیستم چیکار میکنه من میذارمش روی صفحه و همونطور که میبینید الان اینجا یک افکت ها و یک پارتیکل سیستم ها اینجا میچرخه. البته شما به روتیشنش دست نزنید، بذارید روی همون روتیشنی که داره بمونه. اگر هم یه موقع تنظیمات پارتیکل سیستمتون به هم ریخت میتونید پاکش کنید و یکی دیگه از داخل استاندارد اسست بردارید. و خب الان شما این پارتیکل سیستم رو میبینید که چی کار میکنه و چه نوع پارتیکل سیستمی هست. من پوزیشنش رو میذارم روی 0 و شما میتونید ببینید که این پارتیکل سیستم وقتی که ایجاد بشه چه افکتی به بازی شما میده و اگر از این پارتیکل سیستم خوشتون اومد میتونید ازش استفاده کنید. و این گوش اگر روی پاز بزنید پارتیکل سیستمتون مکس میکنه و اگر روی پلی بزنید دوباره از اول پلی میشه و اگر روی ریستارت بزنید پارتیکل سیستمتون رو ریست میکنه و اگر روی استاپ بزنید که کلا قطع میشه. خب الان من گذاشتمش روی پوزیشن 0 و روتیشنش هم که روی 90 گفتم دست نزنید چون ممکنه ایراد پیدا کنه. و الان این فایرورک رو ما می‌خوایم به پلیرمون همون جایی که خالی بود اساین بکنیم. برای همین من اول میذارم روی قسمت انوایرمنت و پلیرم رو سلکت میکنم. اینجا قسمت فایرورک دوباره انوایرمنت رو باز میکنم، میگیرم فایرورکمو و میذارمش داخل قسمت فایرورک پلیرم. اینجا اگر رهاش کنید اینجا خودش سلکت میشه. خب حالا چون ما به این فایرورک داخل صحنه احتیاجی نداریم، اگر این فایرورک داخل صحنه بمونه از همون اول بازی اجرا میشه و چون ما نمیخوایم از اول بازی اجرا بشه فایرورکمون رو دیلیت میکنیم و همونطور که میبینید از اینجا میسینگ شد، یعنی پاک شد. و چون نمیخوایم داخل صحنه باشه خیلی راحت از داخل پروژکت این رو به آبجکتمون میدیم، دیگه نیازی نیست بیارید داخل سین، از همون داخل پروژکت و به پلیرمون اساین میکنیم. خب پس شما هم همین کارو بکنید و فایرورک های دیگه یا پارتیکل سیستم های دیگه هم میتونید اینجا بذارید، هر کدوم که دوست دارید میتونید هر کدوم بیارید داخل صحنه ببینید چی کار میکنه و اگر خوشتون اومد اون رو به پلیرتون اساین بکنید. من از همین فایرورکی که اینجا اساین کردم استفاده میکنم. خب دوباره سینم رو سیو میکنم و پارتیکل سیستم هم که اساین کردم حالا بازیم رو پلی میکنم. خب الان من اگر سکه های سینم رو کالکت بکنم دونه دونه، الان یه خورده سرعت پلیر من پایینه و برای اینکه به پلیرم سرعت بدم شیفت رو نگه می‌دارم که سرعت پلیرم زیاد بشه و سریعتر این سکه ها رو کالکت بکنم. بذارید من این سکه ها رو کالکت بکنم. خب اینم آخرین سکه و اینجا شما میتونید پارتیکل سیستمی که دادیم رو ببینید. همونطور که میبینید الان آتش بازی رخ داده و پارتیکل سیستم ما داره اجرا میشه و شما هر پارتیکل سیستمی که دوست داشتید از داخل استاندارد اسست به پلیرتون بدید. الان همونطور که میبینید اینجا آبجکت فایرورکمون هم هست داخل هایراکی. شما حتما چیزای جدیدی به این بازی اضافه کنید و بازیتون رو تغییر بدید که خیلی راحت‌تر بتونید با یونیتی کار بکنید. خب حالا همونجوری که می‌بینید اینجا موس نداریم و نمیتونیم دکمه پلی رو بزنیم که بازی رو استاپ کنیم. خیلی راحت میتونید کنترل پی رو بزنید که از حالت پلی خارج بشید و سینتون رو هم حتما سیو بکنید. خب اینم از این ویدیو و امیدوارم که خوب یاد گرفته باشید و خسته نشده باشید. یک پلیلیست کامل راجع به سی شارپ و سی شارپ داخل یونیتی من دارم که لینکش داخل دیسکریپشن هست
و همینطور قراره یه ویدیو 1 ساعته یا حتی بیشتر از اون هم بیاد اگر دوست دارید اونجوری نگاه کنید، و اگر نه که لینکش تخصصی تیوی چنل میتونید برید دونه دونه نگاه بکنید. پس بازم میگم لایک یادتون نره. اگر راجع به بازیسازی دوست دارید یاد بگیرید داخل کانال سابسکرایب بکنید. اگر نظر یا سوالی دارید داخل کامنت ها بنویسید، من جواب میدم. و دیگه تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.